إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والصافات صفا سوگند به فرشتگانی که برای پرستش پروردگار صف در صف ایستاده اند. فالزاجرات زجرا و سوگند به فرشتگانی که ابرها را میرانند. فالتالیات ذکرا و سوگند به فرشتگانی که قرآن تلاوت میکنند. إن إلهكم لواحد که بی تردید معبود شما یکتاست. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار خورشید در غروبگاه ها و طلوعگاه ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب به راستی که ما آسمان دنیا را با زیور ستارگان آراستیم و حفظا من كل شیطان مارد و آن را از دسترس هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب آن شیاطین هرگز نمی توانند سخنان فرشتگان عالم بالا را بشنوند و از هر سو به وسیله شهاب آتشین هدف قرار می گیرند. دحورا ولهم عذاب واصب از ورود آنان به عالم فرشتگان جلوگیری می شود و همواره به عقب رانده می شوند و برایشان عذابی جاودان در پیش است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مگر کسی که ناگهان چیزی از گفتگوی فرشتگان را دزدیده گوش دهد که در این صورت شهابی درخشان او را دنبال می کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طین لازب ای پیامبر، از کافران که از گلی بی ارزش و چسبنده پدیدشان آوردیم بپرس که آیا آفرینش پیکرهای آنان سخت‌تر است یا آنچه که ما از زمین و آسمانها و جهان بیکران آفریده ایم؟ بل عجبت و یسخرون تو از انکار آنان در شگفتی و آنان به خاطر آنچه درباره قیامت میگویی مسخره ات میکنند. و اذا ذکروا لا یذکرون و هنگامی که پند داده شوند نمیپذیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون و قالوا این هذا الا سحر مبین و چون معجزه ای از معجزات پیامبر را میبینند آن را به تمسخر میگیرند و میگویند این قرآن فقط جادویی آشکار است. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم برانگیخته خواهیم شد؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ آیا نیاکان ما نیز برانگیخته میشوند؟ قل نعم وأنتم داخرون در پاسخشان بگو آری، شما با خواری و خفت زنده میشوید.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. پس وقوع قیامت فقط با یک بانگ سهمناک است و ناگهان همگی از قبرها بیرون می آیند و در انتظار دستور پروردگار می مانند. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. و می گویند وای بر ما، این همان روز جزاست. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. گفته می شود آری، این همان روز داوری است که دروغش می پنداشتید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم. به فرشتگان گفته می شود ستمکاران مشرک را همراه با همفکران و همراهانشان و معبودانی که به جای الله می پرستیدند احضار کنید و همگی را به سوی دوزخ بفرستید. وقفوهم انهم مسئولون. و آنان را نگه دارید که پیش از رفتن به دوزخ بازخواست شوند. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. دوزخیان میپرسند چرا مانند دنیا از یکدیگر حمایت نمی کنید؟ بلکه امروز همگی تسلیم امر پروردگار هستند. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون. و سرزنش کنان به یکدیگر رو می کنند. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. و به رهبران و بزرگان خود میگویند شما برای به کفر کشاندن ما با ادعای دین راستین و از موضع حق به سراغمان می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. رهبرانشان میگویند ما مقصر نیستیم، بلکه شما خود ایمان نداشتید. و ما كان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. و ما هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتیم، شما خود گروهی سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. پس اکنون فرمان مجازات پروردگارمان بر ما محقق شده و همه باید آن را بچشیم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. پس شما را به گمراهی کشاندیم، چنان که خود نیز در گمراهی بودیم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. در آن روز همگی در عذاب شریک خواهند بود. ما با گناهکاران اینگونه رفتار می‌کنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. آنان بودند که چون به ایشان گفته میشد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر میکردند. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. و میگفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعری دیوانه رها کنیم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. چنین نیست، بلکه او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون. بی تردید شما عذاب دردناک دوزخ را خواهید چشید و فقط در برابر آنچه می کردید کیفر خواهید دید. الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. همه مجازات می شوند مگر بندگان مخلص الله،
آنان در پیشگاه پروردگار روزی معینی دارند. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. انواع میوه ها را در اختیار خواهند داشت و گرامی داشته می شوند در باغ های پرنعمت بهشت، در حالی که مقابل یکدیگر بر تخت ها تکیه زده اند. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین. جامی از شراب ناب و زلال پیرامونشان می‌گردانند، شرابی سپید و روشن که برای نوشندگانش لذت بخش است. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. شرابی که خماری و سردردی در نوشیدنش نیست و از آن مست نمی‌شوند. وعندهم قاصرات الطرف عین. و نزدشان زنانی زیبا چشم است که تنها به همسر خود نظر دارند. كأنهن بيض مكنون. زنانی سپیداندام که دست هیچ کس به ایشان نرسیده است. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. در آنجا بهشتیان رو به یکدیگر کرده و درباره رخدادهای دنیا صحبت می کنند و سؤال می پرسند. قال قائل منهم إني كان لي قرين. یکی از آنان میگوید من در دنیا همنشینی داشتم. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. او پیوسته میگفت آیا تو واقعاً به قیامت باور داری؟ آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم زنده میشویم و به خاطر کارهایمان کیفر میبینیم؟ قال هل انتم مطلعون. سپس به دوستان بهشتیش میگوید آیا شما از سرنوشت او خبری دارید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم. آنگاه خودش سر میکشد و او را در میان دوزخ میبیند. قالت الله إن كدت لتردین. به وی میگوید به الله سوگند که نزدیک بود مرا با وسوسه های کفرآمیزت نابود سازی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اگر نعمت هدایت پروردگارم نبود من نیز همچون تو در دوزخ بودم. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. آنگاه به بهشتیان میگوید آیا جز مرگ نخستین هرگز مرگی نخواهیم داشت و عذاب نخواهیم شد؟ این هذا لهو الفوز العظیم. بیگمان این همان کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون. اهل عمل باید برای چنین پاداشی تلاش کنند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. آیا این نعمت بهشت برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم دوزخ؟ در حقیقت ما آن درخت را مایه آزمایش و عذاب ستمکاران مشرک قرار داده ایم. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. زقوم درختی است که از قعر آتش سوزان دوزخ می روید. میوه‌اش چنان بدمنظر است که گویی سرهای شیاطین است. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
دوزخیان از آن میوه تلخ میخورند و شکمها را انباشته میکنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. آنگاه آنان بر روی این غذای ناپاک مخلوطی از آب جوشان می نوشند. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بازگشتشان به دوزخ است. إنهم ألفوا آباءهم ضالین. آنان نیاکان خود را گمراه می دیدند. فهم على آثارهم یهرعون. با این حال همچنان در پی آنان می شتافتند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولین ولقد أرسلنا فيهم منذرین. قبل از آنان نیز بیشتر پیشینیان به گمراهی افتادند. ما در میان آنان هشدار دهندگانی فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرین. پس بنگر که سرانجام هشدار یافتگان چگونه بود. إلا عباد الله المخلصین. همه گرفتار عذاب شدند مگر بندگان مخلص الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح به درگاه ما دعا کرد و ما چه نیکو اجابت کردیم. ونجیناه وأهله من الكرب العظیم وجعلنا ذریته هم الباقین. او و خانواده‌اش را به همراه مؤمنان از بلای بزرگ طوفان نجات دادیم و پس از طوفان فقط خانواده و پیروان مؤمنش را در زمین باقی گذاشتیم. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. و برایش در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام و ستایش جهانیان بر نوح باد. إنا كذلك نجزی المحسنین. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین. بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود. آنگاه دیگران را که در طوفان مانده بودند غرق کردیم. و این من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم از پیروان نوح بود. یاد کن از هنگامی که وی با قلبی پاک و خالی از شرک به پیشگاه پروردگارش آمد. اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون. آنگاه که به پدر و قومش گفت چه چیزی می پرستید؟ ائفکا آلهة دون الله تریدون. آیا به جای الله این معبودان دروغین را می خواهید؟ فما ظنكم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقیم. شما درباره پروردگار جهانیان چه گمان میبرید؟ سپس نگاهی به ستارگان افکند و اندیشید. آنگاه گفت من بیمارم و در جشن شرکت نمی کنم. فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون. مردم او را ترک کردند و رفتند. آنگاه ابراهیم پنهانی نزد بت‌هایشان رفت و با تمسخر گفت چیزی نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بالیمین. چرا حرفی نمیزنید؟ سپس به سویشان رفت و با دست راست خود ضربه محکمی بر پیکر آنها وارد آورد و جز بت بزرگ همه را شکست. فاقبلوا الیه یزفون. پس قومش شتابان به سوی او آمدند. قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
ابراهیم گفت آیا چیزی را که خود تراشیده اید می پرستید؟ در حالی که الله هم شما را آفریده و هم بت‌هایی را که می سازید. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم. هنگامی که بت پرستان از پاسخ درماندند گفتند بنای بلندی بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید. فأرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. پس طرحی برای نابودی او ریختند ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم و آتش بر او سرد و بی اثر شد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ابراهیم گفت من به سوی سرزمین دیگری برای عبادت پروردگارم میروم و او هدایتم خواهد کرد. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم. پروردگارا به من فرزندی شایسته عطا کن. ما دعایش را مستجاب کردیم و او را به تولد پسری بردبار بشارت دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنگامی که اسماعیل به سن نوجوانی و حد تلاش و همکاری با پدر رسید، ابراهیم به او گفت پسرم، در خواب به من وحی می شود و می بینم که تو را ذبح می کنم. نظرت در این باره چیست؟ اسماعیل گفت پدر جان، کاری را که الله امر کرده است انجام بده. ان شاء الله در برابر این فرمان شکیبا خواهم بود. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. پس چون هر دو تسلیم فرمان پروردگار شدند و ابراهیم او را با گونه بر خاک نهاد، در این هنگام به او ندا دادیم ای ابراهیم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. به راستی که خوابت را تحقق بخشیدی، ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين. مسلماً این خواب آزمایشی آشکار بود و ابراهیم از آن سربلند بیرون آمد. و فدیناه بذبح عظیم. ما به جای فرزندش گوسفند بزرگی را به عنوان قربانی پذیرفتیم. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم. و برایش در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم، سلام بر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم، بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین. و او را به تولد اسحاق که پیامبری شایسته بود بشارت دادیم. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. ما به او و اسحاق برکت دادیم. برخی از افراد دودمانشان نیکوکار بودند و برخی آشکارا بر خویشتن ستم می‌کردند. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ما بر موسی و هارون منت نهادیم و آن دو را همراه قومشان از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. و یاریشان کردیم تا پیروز شدند
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقیم. و به آن دو کتاب روشنگر دادیم و به راه راست هدایتشان کردیم. و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون انا كذلك نجزی المحسنین. و برایشان در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام بر موسی و هارون، ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. انهما من عبادنا المؤمنین و ان الیاس لمن المرسلین. بی تردید آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. الیاس نیز یکی از پیامبران بود. اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. یاد کن از هنگامی که او به قومش گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ آیا بت بعل را به پرستش می خوانید و بهترین آفریننده را رها می کنید؟ الله ربكم و رب آبائكم الاولین. الله است که پروردگار شما و پروردگار نیاکانتان است. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصین. اما آنان او را تکذیب کردند و مسلماً همگی برای عذاب احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص الله. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی الیاسین. ما برایش در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام بر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. لوط نیز یکی از پیامبران بود. یاد کن هنگامی که او و همه خانواده‌اش را نجات دادیم مگر پیرزنی که از باقی ماندگان در عذاب بود. سپس دیگران را هلاک کردیم. و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. و شما پیوسته صبح و شب بر ویرانه های شهرهای آنان می‌گذرید. آیا نمی اندیشید و عبرت نمی‌گیرید؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. یونس نیز یکی از پیامبران بود. یاد کن هنگامی که خشمگین از کفر قومش و بدون اجازه پروردگار به کشتی انباشته از مسافر و بار گریخت. پس چون کشتی در حال غرق شدن بود، یونس همراه اهل کشتی برای بیرون انداختن برخی افراد قرعه انداخت و بازنده شد. پس او را به دریا انداختند. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. سپس ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که خود را به خاطر ترک وظیفه سرزنش می کرد. پس اگر در زمره تسبیح گویان پروردگار نبود، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. پس اگر در زمره تسبیح گویان پروردگار نبود، یقینا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند در شکم ماهی باقی میماند. فنبذناه بالعراء وهو سقیم. آنگاه او را با حال ضعف و بیماری به سرزمینی خشک و بیگیاه افکندیم.
وأنبتنا عليه شجرة من یقطین و بالای سرش بوته کدو رویاندیم تا از سایه و میوهش بهره گیرد. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. و مجددا او را به سوی قومش فرستادیم که بالغ بر 100,000 نفر یا بیشتر بودند. آنان ایمان آوردند و ما نیز تا مدتی معین از نعمتهای زندگی بهره‌مندشان ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ای پیامبر، از مشرکان بپرس آیا دخترها برای پروردگار تو هستند و پسرها برای ایشانند؟ ام خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. آیا ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان حضور داشتند؟ الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لکاذبون. آگاه باش، آنان از روی تهمت و دروغگویی میگویند الله دارای فرزند است و یقینا دروغ میگویند. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون. آیا الله دختران را بر پسران ترجیح میدهد؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم میکنید؟ آیا نمی اندیشید؟ ام لكم سلطان مبین. آیا بر ادعای باطل خود دلیل روشنی دارید؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. مشرکان بین الله و فرشتگان خویشاوندی قائل شده اند، در حالی که فرشتگان به خوبی آگاهند که مشرکان در روز قیامت برای حسابرسی احضار خواهند شد. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصین. الله از آنچه مشرکان توصیف می کنند منزه است. مردم در توصیف پروردگار سخن گزاف میگویند مگر بندگان مخلص الله. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحیم. پس شما مشرکان و آنچه میپرستید هرگز نمیتوانید کسی را از دین حق گمراه کنید مگر کسی که به تقدیر الهی اهل دوزخ باشد. و ما منا الا له مقام معلوم. فرشتگان گفتند هر یک از ما مقام مشخصی در پیشگاه الهی دارد. و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. ماییم که برای پرستش و نیایش به درگاه پروردگار به صف ایستاده ایم و ماییم که تسبیح گو هستیم. و این كانوا لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لكنا عباد الله المخلصین. کافران پیش از بعثت همواره می گفتند اگر کتابی از کتابهای آسمانی پیشینیان را داشتیم حتما از بندگان مخلص الله می شدیم. فکفروا به فسوف یعلمون. اما هنگامی که پیامبر با کلام الهی به سویشان آمد حقانیت قرآن را انکار کردند و به زودی نتیجه کفرشان را خواهند دانست. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فرمان ما درباره بندگانمان که به پیامبری میفرستیم از پیش صادر شده است
که آنان از جانب ما یاری خواهند شد. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. و به راستی لشکر ما پیروزند. پس ای پیامبر تا مدتی از مشرکان روی بگردان و آنان را در هنگام نزول عذاب بنگر که خود نیز نتیجه کفرشان را به زودی خواهند دید. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. آیا عذاب ما را به شتاب خواستارند؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. آنگاه که عذاب الهی بر خانه هایشان فرود آید چه بامداد بدی دارند. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. پس تا مدتی از کافران روی بگردان و آنان را در هنگام نزول عذاب بنگر که خود نیز نتیجه کفرشان را به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پروردگار شکست ناپذیر تو از آنچه مشرکان میگویند پاک و منزه است. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. و سلام بر پیامبران، سپاس و ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است. إن